فکر کنم پرفروش‌ترین آبجو دنیا بادوایزر آمریکاییه که اینجا 78 سنت الان دونه قیمت بادوایزره. ببینم داریم ضبط می‌کنیم. آره اوکیه. سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز من قصد داشتم برم سوپرمارکت خرید کنم. حالا سوپرمارکت که میگم از این سوپرمارکت‌های نسبتاً بزرگ که اینجا بهش میگیم کارافور. در اصل یه سوپرمارکت فرانسویه که خودشون فکر کنم اگه اشتباه نکنم بهش میگن کفوق، همون معنی چهارراه میده. به همراه خانواده قصد دارم که بریم سوپرمارکت خرید بکنیم. ایران که بودم خیلی دوست داشتم این ویدیویی که تو یوتیوب میذاشتن که طرف میرفت خرید میکرد، بعد قیمت‌ها رو نشون میداد، سوپرمارکت رو نشون میداد و اینا. برام جذاب بود، همیشه میشستم طولانی نگاه میکردم. امروز هم قصد داریم که با من بریم یه سوپرمارکت، هم خرید خونه رو انجام بدیم، هم بهتون توی سوپرمارکت و هم قیمت‌ها رو نشون بدم. برو بریم. خب الان داریم میرسیم به کارافور بارسلون، یکی از کارافورهای بارسلون، چون کلی داره. اینا 2-3 مدل دارن. یه مدلشون اکسپرسه و نسبتا یه خورده قیمتشون بالاتر، محدودیت کالای، یعنی همه کالاها رو نه، یه محدودیت‌ها دارن. یه سری این کارافور هم که کارافورهای اصلیه، مثل این شعبه که الان ما داریم میریم. اینجا دیگه همه محصولات رو داره و بعدش هم خدمتتون عرض کنم که نسبتا هم بزرگه. الان ما داخل کارافور هستیم. اینجا که می‌بینیم بعد خب بالاخره بسکت‌های متفاوت، بسکت‌های خیلی بزرگ، یه ذره کوچیک و خیلی کوچیک‌تر از این بسکت‌هایی که اینجا خوب دیده میشه، کوچولویی که راحت میشه ازش استفاده کرد. اینا خودشون وقتی چون می‌بینید که توی بارسلون و کل معمولا تو کل اروپا کسی از سوپرمارکت کیسه نمیگیره، خوش کیسه میاره یا وسیله خودشو میاره برای حمل اینکه کیسه رو خوش حمل بکنه. اینجا اون وسیله خودشو میبنده تا خریدش تموم بشه، پرداختش بکنه بیا برزه تو کیسش. بریم اینجا یک ذره از محیط ورودی بگیریم که اولش کل فروشیه. این ورودی غرفه است که توش اینجا یه سری گل و گیاه و اینا اینجا میفروشن و شما میتونید به اینجا و گل و گیاه خرید کنید. بعضی موقع یه سبزیه هم که ما استفاده کنیم من میبینم جالبه، من خصوصا مثلا اینجا نعنا، اشتباه نکنم بله اینجا نعناست که حالا ای دوربینم فوکوس کنه روش نشه موتو. و قیمت این گلدون 2.99 یورو، یعنی 3 یورو بوده. و همونش که میبینید نعنا. اینجا هم کروسان و مثلا چیزای دیگه از حالا قیمتاش هم که میبینید پایینشون خورده. معمولا کروسانشون خالیه. من اینجا مثل ایران یعنی تو 2-3 بار رفتم بخرم با امید که توش کروسان شکلاتی باشه و نبوده، ولی خب شکلاتیش هم هست، اینه که نباشه. نونا آقا اینجا اصلا یکی از بزرگترین مشکلاتی که به نظر من بعد از مهاجرت دارین، یعنی فکر کنم از کسایی که رفتن بپرسین 100% هم بهتون میگن مشکل خرید نونه. اصلا نونایی که دارن خب معمولا یه نونه این شکلی رو مثلا اینجا برمی‌داریم، بعد ببریم بزنیمش تو این دستگاهی که اینجا هست، اینجا میذاریم این دستگاه رو میکشیم پایین میبندیمش و اینجا بهش میگیم که مثلا تو چه سایزی برای ما خوردش بکنه. نوناشون ببین به درد نمیدونم صبونه و اینا نمیخوره، شاید به درد یه ساندویچ طوری بخوره ولی به درد اصلا صبونه ما نمیخوره، یعنی جای سنگک بربری اینا رو اصلا پر نمیکنه. اینجا یه نمایی حالا بعد از ورودی از خود غرفه کارافور هم نشون میدم که
نسبتا چقدر بزرگه اینجا میتونیم ببینیدش. اینم بخش نوشیدنی ها. حالا اگه نوشیدنی قهوه خنک بخواین، البته اینا رو مثلا شما میتونید تهیه کنید. من امروز حالا فوکوس دوربین داره اذیت میکنه، میتونید خرید بکنید بزنید اینجا تو مایکروویو که دارن اینجا بزنید که براتون گرمش بکنن. و برنده متفاوت و قیمت متفاوت اینجا هست، شما میتونید تهیه بکنید و بذارید توی مایکروویو استفاده کنید. این سه نوشیدنی خنک هم که داره و آب پرتقال طبیعی هم هستش که اینجا دست روشن آب پرتقال طبیعی هم میگیره. یه سری سالادای آماده و اینها. خب ما توی این یخچال نعنا باید میبریم. فکر کنم این که نعنا بهتر بشه. رو دوست داره نعنا موهیتو و خدمتتون هستم که قارچ هم میکنم. تنوع قارچ اگه اینجا ببینید که تنوع خورد شده، ریز، درشت، انواع مختلف، شکل مختلف و اینا داره. قیمتاش هم که اینجا میبینیم 1 2 3 تو این رنج قیمتی هم معمولا. خب اینجا بخش سبزیجات و میوه‌جاتشه و ما نیاز به گوجه داریم. الان انواع گوجه ها رو که اینجا میبینین، انواع مختلف گوجه ها و با قیمتاشون که کیلویی هستن قیمت ها و ما اینجا نیاز به گوجه داریم. باید گوجه بخرم. برای خرید کردن گوجه خیلی بامزه است. با ما همراه باشیم ببینید چه جوری گوجه رو بخریم. اینجا بعد اینجا مشنبامون رو و پر گوجه بکنیم. خب ما گوجه رو برداشتیم، کیساش که دستمه. قیمتش هم اینجا میبینید 1.69 سنت و شماره 624 رو میبینید رو گوشه زده. ما این عدد رو باید برداریم بریم روی ترازویی که اینجا قرار داره گوجه‌مون رو بذاریم اینجا. حتی باید برش داریم 624 رو بزنیم و قیمت میاد اونجا. اینو میذاریم اونجا و یه بار دیگه اوکی رو میزنه. از این پایین یه کاغذی رو میده که اینو میچسبیم رو گوجه‌مون. وزن گوجه‌مون رو گرفتیم و تمام شد رفت. و اینجا کلی ماست هست، یعنی شاید برای منی که تازه 60-70 روزه مثلا اینجا هستم همیشه انتخاب توی یخچال خیلی سخت بود، تا اینکه اینجا رسیدم به این ماست یونانی. تنها ماستی که به نظر من با ذائقه ما اوکی تره و ردیف تره. حالا اینکه اینجا صورتی داره پایینش کم چربه و اون که بالاست پرچر بشه. و این پایینم ماستای همون شکلی است. من ممکن اشتباه اینم بخرید. مثلا ماست شیرینه، ماست با نیشکره، مثلا ماست تمدار که کلی هست و خب اینا عادت دارن شاید چون صبحونه میخورن ماست تمدار بیشتر از ماست معمولی اصلا اینا مصرف میکنن. ولی خب بالا اگه بخوام حال هوا ایران داشته باشم این ماست پرچرب یونانی خیلی شبیه اون چیزیه که ما معمولا تو ایران استفاده میکردیم. خب اینجا یه ذره شراب سفید و اینجا پنیرها. این پنیرهایی که اینجا انواع مختلف بسته‌بندی متفاوت هستش اینجا. قیمت ها هم مثلا دیده میشه تو ویدیو یا نه 1.5 2 مثلا توی این رنج قیمتیه. مثلا این خیلی به نظر من پنیر بامزه. یه جوری ترکیب این همه این پنیرها بلو چیز و اینا همه کنار هم دیگه از اسمشون هم نوشته و به نظر خیلی بامزه است این پنیر این شکلی.
قزلاله خودمون هم اینجا پیدا کردم و قیمتش هم که میبینید 7 یورو کیلویی، 7.95 در واقع 8 یورو دیگه، 8 یورو و این سایز مایه قزلالا و دیگه با این مرکب و میگو و لابستر هم داشت. امروز من اینجا لابستر نمیبینم. خب بخش جذاب و جالب شاید برای ما ایرانی ها قیمت گوشت، این طرف گوشت که حالا ما زیاد معیار دقیق تو ایران ازش نداریم، ولی گوشت گوسفندی و گاوی رو خیلی مثلا حدوداً قیمتش دستمون و متفاوته دیگه، مثلا نسبت به جاهای مختلف گوشت قیمت متفاوته، از 17 مثلا 22 23 حالا قیمت رو میبینید 18 15 16 یورو مثلا اینا بر اساس کیلو قیمت گوشت توی اسپانیا است، البته توی فروشگاه کارافور قیمت و مرغ رو همچون که میبینیم مثلا از کیلویی مثلا 3 یورو 4 یورو یا تین پاک شده از رون و مثلا سینه و اینا و مرغ تا مرغ کامل، مثلا مرغ کامل اینجا مثلا کیلویی 3.5 یورو قیمتشه. اینم فکر کنم گوشت چه حیوانی، خدا این نمیدونم گوشت چیه، خیلی عجیبه برام. یکی از چیزهای جالب اسپانیا که حالا احتمالا همه اونای کسایی که اومدن و در اسپانیا تحقیق کردن میدونن، اینکه اینجا یه گوشت نمکسور شده خوش شده‌ای دارن که اینجوری قرشای لایه نازک مثل کالباس ما میخوره و اینا خیلی دوستش دارن و یه حالت رسم و رسومشه. مثل که شما برید مثلا چه میدونم سرین اردبیل مثلا اونجا عسل هست و مردم سوغاتی برای همدیگه عسل میبرن، اونایی که میان اسپانیا معمولا از این گوشته حالا یا اینجوری یا اونایی که دیگه خیلی لاکچریه مثل یه تیکه کامل یه رون کامل مثلا خوک رو خوش شده اینجوری برمی‌دارن با خودشون جعبه‌های شیک و پیک و میبرن برای مثلا سوغاتی یا برای خودشون میخرن میبرن از اسپانیا. خب من نیاز به تخم مرغ داشتم، تخم مرغ 12 تایی همونجایی که میبینین 2.80 سنت و این پک تخم مرغ 12 تایی کارافوره. بریم براش. ببین لیست خرید من خیلی طولانیه، همش هم که نمیتونم تیکه تیکه فیلم بگم چون سخت میشه برداشتنش. اینا یه سری فیلم نگرفتم ولی خب کارافور خوبیش اینه که هر چی بخوای راحت پیدا میکنی.
هر قفسه مثلا چه می‌دونم یه عالمه نوشابه مارکای مختلف مدل‌های مختلف مثلا پشت سر من اینجا هستش و هر چی بخواید دیگه خلاصه هستش. مثلا اینجا که ما اینجا کاری نداریم حقیقتا، چون اهل چیزی میگن اگه دنبال این ویدیو هستین که اینجا اینو بهتون نشون بده، من این کار نمی‌کنم. ما خانواده مذهبی هستیم و اصلا با اینجا با این قسمت اصلا کاری نداریم. شوخی کردم. بریم ببینیم. حالا قیمت‌ها چجوریه؟ دوستانی که تو تهران مزنه قیمت‌ها تو دستشون، البته خب یه چیزی نشون بدم که مشترک باشه تو تهران دیگه، اینا بیشترشون اسپانیاییه. مثلا اینجا هینیکن هستش و اینجا تو توضیحات بهتون میگن که 42 سنت نیست دونه ای، میگه 84 سنته. خب اگه دومیشو، یعنی هر یه قوطی 84 سنته، اگه دومی رو برداری دومی 42 میده، یعنی در واقع هر دوتا که برداری میانگین این دوتا عدد میشه. برای من اولش خیلی سخت بود هم چیزی درکش چطوری میشه، ولی خب حدودی بخوام بهتون بگم، حالا فکر کن 40 علاوه 80 بکنی میشه مثلا 120 تقسیم بر 2 میشه 60 سنت دیگه، هر قوطی 60 سنت. اینجا این حالا هینیکن بود، مارکای مختلف دیگه هم هستش مثلا کرونا. اینجا اگه من دور بیام دوباره فوکوسش داره بازی در میاره. قیمت کرونا هم که می‌بینیم 5.45، یه باکس 6 تاییش نیست. نه غیر ممکنه فکر کنم، نه چرا نوشه باکس 6 تایی 5.45. البته میلش احتمالاً کوچولو بله دیگه. اینجا اگه نگاه کنیم از اون سایز اورجینالی که ما این منور می‌بینیم این سایز کوچولوتره. این 6 تاییه تو این سایز رو میده 5.45 سنت. خب اینا کرونا جز اون معروفا بود. این ورم که همه شراباست، البته شرابای فرانسوی نیست و 99% شرابای خود اسپانیاست و آبجویی که خود اینا استفاده میکنن معمولا خیلی تو دستشون میبینید تو خیابون، این استریاس که خودشون خیلی حال میکنن باهاش. سن میگل اینجا زیاد استفاده میشه و یکی دیگه هم بود که اینجا میخواستم بهتون نشون بدم اگه پیداش بکنم. این ماهو، این هم حالا تلفظش احتمالاً که 90% هم اشتباه میگم، این هم خیلی استفاده میشه دیگه. بقیه هم که قیمت ها رو میبینیم دیگه، مثلا قوطی 99 سنت، قوطی 99 سنت و یه سری مثلا آبجوی با مزه دیگه هم اینجا هست که IPA خیلی با مزه است. من درش باز نکنم، باز بود، خیلی خوشگل و طرح با مزه ای داره. و بادوایزر فکر کنم پرفروش‌ترین آبجوی دنیا بادوایزر آمریکاییه که اینجا 78 سنت الان دونه قیمت بادوایزره. تو خوبه همه رو می‌پکنه. قیمت شرابا مثلا 6 10 5 مثلا یه جوری بهتون میگم، مثلا بالای مثلا 5 و اینا دیگه مثلا شرابای گرون حساب میشه دیگه، یعنی تو اینجا وارد شرابای گرون میشه. مثلا 2.5 مثلا یورو مثلا قیمت یه باتل شراب مثلا اسپانیایی. البته اینا خوب به شرابای کهنه و سال بالا اینا که نیستن، فقط چون می‌خواستم قیمتش رو ببینید براتون ویدیو گرفتم. اگر هستش مثلا یه سری شرابا هستن مثلا 22 تا رو برداشته اینجا مثلا کرده تو این شیشه اینجا 22 یورو مثلا قیمت اینه. ولی خب بالاتر از اینم مسلما اینجا داره و قدیمی‌تر، مثلا اینجا یه دونه 31 زده که پشتش خالی، حالا هر چی بوده دیگه تموم شد، مثلا 31 یورو بوده. ولی باز هم از این بالاتر هم من اینجا دیدم که شراب هست. ولی خب چیزی که معمولا مردم اینجا استفاده میکنن و روتین مثلا برای غذاهاشون اینا میگیرن باش میخوام، معمولا با شرابای مثلا بین
2 یورو تا مثلا نهایتا 6-7 یورو به نظر من چیزی که خود اسپانیا مثلا با غذا استفاده میکنه. اگه مناسبت خاصی باشه و اینا چرا مثلا میان شرابای مثلا لول بالاتر استفاده میکنن که اینجا مثلا تا یه حدودش رو میدیم. مثلا این 27 یوروه برای سال 2015 این شراب و 14% هم که الکلشه نسبتا قویه، 75 CL هم که حجم باطلشه. یه سری داخلی کرای سنگین‌تر و درصد بالاتر از شراب آبجو هم که توی گوشه دیگه مغازه چیده شدن که حالا مثلا به خودشون میگه مثلا چی رو میخوای، قیمتاش هم که پایینش نوشته شده. مثلا چیزی دیگه میگم بازم ما ایرانی‌ها بودن قیمتاشون میدونیم. قیمتاش رو من ویدیو میگم داشته باشیم ببینیم قیمتاش چجوریه. خب ببین تو این قسمت سوپرمارکت من یه چیز جالبی که همیشه میگم، حالا چون خودم یه بچه کوچیک دارم، تنوع وسایلی که برای کودک‌های مثلا نوزاد و اینا دارن، از انواع مختلف شیرخشک و مکمل و چه میدونم، حالا اینا همیشه اسمش من یادم میره چیه، سرلاک و اینا همه چی هست. سازی پوره های میوه و اینا همه چی داره اینجا. همیشه ماهشون رو نوشته قشنگ، از این مثبت 8 این 6 ماهاشون رو نوشته قشنگ، میتونی خرید کنی. همه تنوع میوه ها رو دارن، ماست داره با توت فرنگی مثلا، خوراکیای خوشمزه، بیسکویت برای سنای کوچیک‌تر، خیلی باحاله. دخترم ببر. خب خرید من تموم شد، همونجوری که می‌بینی این لیست خرید منه، جمعش هم شد 103 یورو 31 سنت. کلی خرید کردیم. خب این هم ویدیو امروز بود دیگه، خریدامون ما انجام دادیم، داریم یعنی دیگه داریم برمیگردیم سمت خونه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه، امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و یعنی تا اونجایی که شد، چون مغازه خیلی بزرگ بود، اگه منم میخواستم دیگه دونه به دونه همه چیز رو بهتون توضیح بدم حسابی دیگه زمان بر میشد و دیگه حوصله سربر. امیدوارم تا همین قدرش هم که توضیح دادم حوصله سربر نشده باشه برای شما. مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعدی.